اینم جر خوردگی جدیدشه اینجا. از این شکاف خورده. بعد این یه تیکه بود ولی خب شکست. بعد چسبش بزنم با این. و بعد از اینکه چسبش زدیم میتونیم حفاظی بازی کنیم. بدون روشن کردن موتورشه که اینجوری میره. بذار اینم با روشن کردن موتورش. ای وای، حفاظی و مرد. نه چیزی نشد، فقط یه ذره ترکی جر خورد فقط همین. و این سیمش هم جدا شد. بذار سیمش رو بس کنم دوباره. یه ننش در اومد دیگه. یه کارش میکنم. یکی باید بهش نفس مصنوعی بده. حفاظلق نجاتت میدم، صبر کن. البته یکی باید حفاظلق دست من نجات بده. خب ما با اقتدار برگشتیم. البته من موتور حفاظلق کلا عوضش کردم از بیخ، چون این میله هستش رفته بیرون. این زده از موتور بیرون باشه پره بچرخون، کلا خورد شد رفت داخل خود موتور، کامل به فنا رفت. ولی ما همچنان پیروزمندانه ایستادیم چون با نشیمن پاره نمیشه نشست. خب دوباره روشنش میکنیم و میریم ادامه حفاظلق بازی. آخ خب این دوباره چیزی شد فکر کنم. بریم تا ادامه قسمت بعد. خب ما دوباره با مجموعه شکنجه آزارهای حفاظلق برگشتیم. این اتفاقی که افتاد در از اونجا، این داخل این سوراخه که گشاد شده، همونطور که میبینید آب شده، چون سرعت خود این شفته خیلی بالا بود، اینو آبش کرده. و ما چه اتفاقی الان شورجینین نکن راحت میره توش، لیز میخوره توش، نکن میبینی میسه. برای همین هم که ما این تفنگ متحرک داریم، یعنی چی؟ الان من بچرخم براتزش میپره میاد بیرون. نکن اینجا رو، من اینو بزنم میپره میزنه بیرون. عملا ما حفاظلق رو تونستیم با فناوری خلوشلگونمون یه تفنگ خیلی قوی ازش بسازیم. خب داستان به همینجا ختم نمیشه. ما همچنان با آزار و اذیت‌های پشت سر هم از حفاظلق برمیگردیم. داستان شکنجه‌های حفاظلق به همینجا ختم نخواهد شد. و ما این بیچاره یه دقیقه نگاه کنید، بدبخت چه بلایی سرش اومده. نکن از اینجا شکاف خورده، از وسط 2-3 بار ترکیده، اینجاش اصلا جر خورده، پاره پوره شده، کلشو که اصلا نگم، اون گوشه موشا تمام اینا نکن. این چند بار به در دیوار خورده، خورد شده، شکسته تمام جاش. یعنی ببینی خودش روزی 100 بار داره آرزوی مرگ میکنه ولی نمیمیره. همه جور بلایی سرش آوردن دیگه. ببین چقدر اوضاعش وخیمه. خب فعلا تا قسمت بعدی.